حضرت عمر رضی الله عنه خدا رحمت و مغفرتشان کند چه یک دوره خلافت بزرگی را سپری کردند. و میگوید میگوید مشت آمد. مشت اون زمانها مثل خاک بود، تقسیم میشد با کیلو و با گرم و یک مقدار مشت که آمد. حضرت عمر در بین مردم که ترس داشت که شاید به یکی زیاد می رود به یکی کم می رود، مثل بعضی تاجرهای بیرحمی ما نبود. میگوید اعلان کرد کی این مشت را تقسیم میکند. میگوید کسی صدا نداد و عائله حضرت عمر میگوید گفتند ای عمر من تقسیم میکنم. حضرت عمر نخواست که زن او از این مشت به مردم تقسیم کند. باز اعلان کرد کی این مشت را تقسیم میکند. باز زنش آواز داد من تقسیم میکنم. باز نخواست. سوم بار اعلان کرد. باز زنش گفت من تقسیم میکنم. گفت تو تقسیم نمیکنی. گفت زیرا در حالتی که تو تقسیم میکنی گفت همان بوی مشت در دستی تو میچسبد. این در چی جواب میگوی تو؟ بوی مشت در حالت تقسیم کردن که وقتی یک خوشبویی را تقسیم میکنیم ما و شما در پوست ما که بوی او میچسبد، از بوی و حضرت عمر ترسان بودند. عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی میگوید وقتی مشت تقسیم میکرد حضرت دهان و بینی خود بالاتر میبست که تا که از بوی او در مشامش نرود، تا که از او استفاده میشود. میگفت این گونه پرهیزها داشتند که خداوند امروز اونها را اینقدر منزلت درجات داد که در کتاب نام اونها ذکر می شود. از قصه های اونها ما و شما استفاده می بریم. اونها هم مثل ما و شما بنده بودند. اونها از یگان جوهر و از یگان طلا ساختگی نبودند. اونها مثل ما و شما انسان بودند.